در شهری سرب روسیه که برفی سفید بر روی روحو آرام می نشست و چراغ‌های زرد شب را مثل خواب دراز روشن می کردند، جوانی به نام کمال در نزدیک دری انباری ساختمان ایستاده بود. نفسی گرم از لبانش برآمده فوراً به هوای یخبسته گم می شد. دستانش از کار و بویی آهن داشتند. چشمانش از خستگی نیمپوش شدند. اما در دلش یک آرامی فریبنده زندگی میکرد. او باور داشت که همه چیز خوب است. هر ماه پول میفرستاده. برای مادر، برای خانه، برای آن که نام او در دهه با افتخار صدا دهد. آن شب تلفن او لرزید. پیامی آوازی آمد. صدای همسایه بود که با نفس سراسیمه خبر میداد که مادر ناگهان بی‌حال شده است. دختران آمده‌اند، اما داروی لازم است که در دهن نیست. کمال به برفی زیر پایش نگاه کرد. صدای شهر دور شد. تنها یک جمله در سرش دور میزد. به دارو وقت کم میماند. او به آسمان نگریست. برف نیسلی آگاهی خاموش میافتید. در دلش اولین بار سوال پیدا شد. پول مهمتر است یا مادر؟ در دهه کوهستانی تاجیکستان هوا تنک و آرام بود. خانه کهنه با بوی هیزم پر شده بود. مادر در روی کت مثل سایه خوابیده نفسش وزنیر می شد. دستان او که سالهای زیاد برای فرزندان مهنت کرده بودند حالا آرام در روی رومال می غادیدند. هرچند لحظه چشمانش گشاده می شدند گویا کسی را انتظار باشد. همسایه ها می آمدند، دعا می خواندند، اما کرن در چشمانشان پنهان بود. دکتر اشاره کرده بود که دارو باید زود رساد. هر ساعت مثل سنگ به دلهای اهل خانه می افتاد. در گوشه تلفن کهنه خاموش می ایستاد. گویا از کمال انتظار. کمال صبح دیگر به داروخانه کلان رفت. چراغ‌های روشن، نوبتی دراز، چهره‌های بیگانه. او دارو را درخواست کرد، اما از او حجت رو طلب کردند. نامش در روی خط نبود. خواهیده ها مثل دیوار پیشی راهش ایستادند. او حس کرد که مهاجرت نه تنها پول یافتن است، بلکه زندگی در میان قاعده هایی که دل را نمیفهمند. بیرون برآمدن به تیرزه های روشن نگاه کرد. درونی داروخانه داروها مثل امید می درخشیدند، اما دستش به آنها نمی رسید. در گوشش صدای مادر مثل دعای آرام صدا می داد. شب در مسکو دراز شد. کمال کوچه ها را می گشت. برف به کتفش می نشست. او به دکانهای خرد درآمد. از آدمان پرسید. راهی دیگر جست. در یکی از کوچه های تنگ مرد به او اشاره کرد که می تواند دارو را پیدا کند. چشمان آن مرد مثل سری پنهان بودند. کمال در دل ترس حس کرد، ولی وقتی چهره مادر به یادش آمد قدمهایش باز هم تیز شدند. دکان پنهانی بوی دارو و متل داشت. قوطی‌ها در افها می ایستادند. کمال دارو را گرفت، اما دلش آرام نشد. او حس کرد که راه درست شاید این نیست، ولی وقت نمیگذاشت. تلفن او باز لرزید. پیامی آمد که مادر تمام شب بیدار بوده است و نام او را به زبان می آورد. آن لحظه کمال درک کرد که دور بودن چقدر دردناک است. در دهه شمول سخت برخاست. مادر گاه چشم میکشد، گاه باز خاموش میشد. دختر همسایه رویمال را راست میکرد و دعا میخواند. هوا پر از انتظار بود. هر صدای ماشین مردم را به در میبرآورد، اما راه خالی ماند. کمال به اداره حجت ها رفت تا دارو را رسما فرستاد. نوبت دراز بود. آدمان با چهره های خسته می ایستادند و حس کرد که وقت مثل برف آب می شود. در دل احساس شرم پیدا شد که چرا پیشتر به خانه نرفته است. شب او در نزد مسجد خرد نشست. صدای قدم ها آرام بود. کمال به آسمان نگریست و در دل دعا کرد. همین لحظه احساس عجیب پیدا شد، گویا کسی او را بیدار می کند. او قرار گرفت که دیگر انتظار نمی شود. در فرودگاه شرها رفشان بودند. کمال سنکه‌اش او سخت نگار می داشت. در گوشیش پیام نف صدا داد که مادر ضعیفتر شده است. دلش تیز می تپید.
او حس کرد که هر ثانیه میز یک عمر دراز است. هواپیما از زمین جدا شد. شهر سرد روسیه در زیر ابرها گم شده. کمال چشمانش را بست و از خدا التجا کرد که دیر نشده باشد. اشک آرام از رویش می‌غلتید. در ده صبح باتمان آمد. مادر لحظه ای چشم گشود گویا کسی را انتظار باشد. نوری آفتاب بر رویش تاخت. هوا پر از خاموشی بود. کمال به حولی کهنه رسید. بوی خاک، صدای مرغ‌ها، همه چیز مثل کودکی بود. او به خانه درآمد و دلش سخت زد. در نزدیک کب نشست اما نفس مادر دیگر آرام شده بود. او درک کرد که دیر رسید. خانه پر از اشک شد. کمال دستپای مادر را نگاه می داشت و به خود سوال می داد که چرا پیشتر برنگشت. در روی میز قوطی دارویی بود که دیرتر آورده شده بود. شب در قبرستان آرام بود. کمال به آسمان نگریست. دعای مادر در گوشش مثل شمال ملایم صدا میداد. او درک کرد که بعضی درس‌ها تنها پس از شکست میآیند. روزها گذشتند. کمال در دل هماند. به پیران دارو میرساند. به بیماران کمک میکرد. هر قدم مثل بخشش قلب دیدن بود. یک شب او خواب دید که مادر با چهره آرام به او می‌نگرد. این خواب مثل نشانه بود. او با دلی سبکتر بیدار شد. ده آهسته با آرامی برگشت. کمال دیگر به روسیه برنگشت. او فهمید که بعضن انسان باید در جایی باشد که دلش می‌خواهد. کودکان ده او را مثل برادر کلان احترام می‌کردند. کمال در چشمانشان امید می‌دید. او درک کرد که زندگی حتی پس از غم میتواند معنا پیدا کند. صبح یک روز شمال گرم برخاست. کمال نزد قبر مادر نشسته دعا کرد. در دلش دیگر سوالی پول یا مادر نبود. او جواب را دیر اما فهمیده بود. آفتاب بر دامنی کوه‌ها برآمد. کمال برای دهد نگاه میکرد و درک میکرد که وقت را هیچ پول بر نمیگرداند. قصه با تلخی انجام یافت. اما در دل او امیدی نو پیدا شد. و سوال برای هر شنونده باقی ماند. اگر انتخاب امروز لازم شود، انسان پول را میگیرد یا مادر را. پس از دفن خانه دیگر مثل پیش نبود. دیوارها همان دیوارها بودند، کت همان کت، اما گرمی درونی گم شده بود. کمال صبح برمقت بیدار می شد ولی نمی دانست درای چی. پیشتر مادر صدایش می کرد. نان می پخت، چای می جوشید. حالا تنها شمال از ترزه می گذشت. او با آشخانه در آمد. پیاله کهنه روی رف می ایستاد. اما پیاله کی؟ مادر هر صبح و او چای می داد. کمال اون را گرفت ولی دستش لرزید. چای ریخت. اما یک قلت هم ننوشید. با خود گفت اگر بر وقتتر می آمده. این جمله مثل سایه از پسش می گشت. یک بگاه کمال در حولی نشسته بود. کودکان در کوچه بازی می کردن. خندهشان به گوشی رسید. اون صداها خاطره ها را زنده کردند. او با یاد آورد که مادر چگونه او را در کودکی از بارون محافظت می کرد. چگونه دستش را گرفته به مکتب می برد. یک بار وقتی کمال بیمار شد، مادر تمام شب بیدار نشسته بود. اون وقت او نمی فهمید که مادر چقدر خسته است. حالا هر یک لحظه مثل فیلم از پیش چشمانش گذشت. دوستانی که آنش به دیدن آمدند. یکی از آنها گفت: کمال، باز به روسیه می روی؟ او خاموش ماند. به زمین نگاه کرد. نمیدونم. گفت باید سکوت. در دل حس میکرد که دیگر آنجا برای او جای نیست. روسیه برای او اکنون تنها خاطره سرد و دور بود. آن شب کمال در بام خانه برآمد. آسمان پر از ستاره بود. شمال آرام میوزید. او به آسمان نگریست و به خود گپ زد. اوچه، من دیر کردم. بخشش. اشک آرام برویش جاری شد. اما این اشک دیگر نیستی پیش وزنین نبود. گویا دلش کم از سبکتر می شد.
صبح دیگر کمال به داروخانه ده رفت. به یک پیرمرد بیمار دارو برد. پیرمرد دو تبسم گفت: خدا مادرت رحمت کند پسرم. نیکی از دست نمی رود. این جمله در دل کمال مثل چراغ روشن شد. شاید همین راه بخشش بود. بندی راه دست کودک به اون نزدیک شد. اکش مو دختورت کمال تبسم کرد. نه، تنها دارو میبرم. کودک با چشمان قلان به آن نگریست. گویا قهرمان را می‌بیند. کمال فهمید که حتی کاری خرد میتواند برای کسی بزرگ باشد. روزهای سه می‌گذشتند. کمال سحر از خواب میخست. به کوهها نگاه میکرد. با مردم یاری میداد. شبها کمتر اشک می‌ریخت. خاطره مادر دیگر تنها درد نبود. گاهی گرمی هم میداد. یک روز به او از روسیه از نرنگ آمد. سردار گفت: کمال برگرد. جایت خالی است. او تلفن را به گوش گرفت ولی در دلش جواب الکی بود. به کوهها نگاه کرد، به خانه، به روحی که از نزد قبرستان میگذشت. من دیگر نمیایم، گفت آرام. وقت تلفن را گذاشت نفس چقر کشید. گویا یک بار وزنین از دوشش برداشته شد. صبح دیگر آفتاب بر وقت برآمد. کمال نزد قبر مادر رفت. گل گذاشت. دعا کرد: من در اینجا میمانم. آچه، گفت با آوازی پست. من در اینجا میمانم. آچه، گفت با آوازی پست. من در اینجا میمانم. آچه، گفت با آوازی پست. شمال آرام روی درختان را جنباند، مثل جوابی از آسمان. کمال در کنار روح ایستاده بود. کودکان می دویدند. پران سلام می دادند. حیات ادامه داشت. او درک کرد که وقت را برگرداندن ممکن نیست، اما راهی نو را انتخاب کردن ممکن است. وی به آسمان نگریست. سوال کهنه باز به دل آمد: پول یا مادر؟ حالا جواب روشن بود، اما او می‌خواست که هر کس پیش از دیر شدن آن را فهمد. آفتاب بلند شد. کوه‌ها با نور طلایی می‌درخشتند. قصه و پایان رسید، اما زندگی ادامه داشت.